أنا أعتقد أن بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجكستان كثير من الأبواب الاقتصادية اللي ممكن احنا نقوم على تعزيزها في هذه المجالات العديدة. و این چنین ما می‌دانیم که چندین لایحه‌ای هست که بین جمهوری تاجیکستان و بین امارات عربی متحده در یعنی این به امضا رسیده است و در هم این چنین در ساحه اقتصاد ما می‌خواهیم همکاری خواهیم کرد با جمهوری تاجیکستان. طلب منا فخامة الرئيس أن ننظر إلى العلاقة ما بيننا في مجال الطاقة المتجددة، وكما تعرف نحن في الطاقة المتجددة عندنا تجارب ناجحة كثيرة، ونحن وعدنا الرئيس إن شاء الله بندرس الموضوع. و این چنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و ما که در ساحه یعنی تمام یعنی چیزهای مواد طبیعی که در جمهوری تاجیکستان هست ما می‌خواهیم این چیز رو آموزیم و در آینده در همین سمت خواهیم همکاری کرد.